نقش قرآن در عالم نشست، نقشهای پا و کاهی شکست. آنچه در دل گویم مضمر است، این کتاب نیست چیزی دیگر است. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران بسیار عزتمند، از الله متعال خواهان هستم دعا میکنم که پروردگارا در این ماه شریف رمضان، ماه اجابت دعا، ماه نزول قرآن، همه بیمارای امت اسلام را شفای کامل نصیب گرداند و گذشتگان ما همه مؤمنان را رحمت شایسته جنت بگرداند و این آفت بلایی که امروزه تمام امت اسلام را و غیر مسلمین را فرا گرفته است، دعا میکنیم که الله متعال با آسانی از سر ما دور بگرداند. و امروز میخواهم یک نصیحت کوتاه از علامه ابن قیم جوزیه رحمه الله که به سمع شما برسانم. نصیحت کوتاه است لکن بسیار عبرت آمیز است. اگر از این صحبت که بنده میکند یک برادر، یک خواهرم اگر اصلاح شود، انشاءالله این نعمت بزرگی است. و در رساندن این نوار به یار و دوستان خود کوتاهی نکنید تا که در ثواب با هم شریک باشیم. علامه ابن جوزی قیم رحمه الله میفرماید راههایی که شیطان به انسان وارد می شود سه تا هست. به سه طریق، به سه راه انسان به انسان چکار میکند؟ شیطان حمله میکند. یکم راهی که شیطان از اون راه به انسان وارد می شود، این از جاهلی و بیسوادی انسان است. انسان مسلمان وقتی به علم به سواد که مان، شیطان با اون چکا میکند؟ حمله میکند. امروز هم یک وبای در جامعه اسلام است که اکثریت مسلمین به سواد هستند، به علم هستند. اکثریت مسلمان نگاه میکنی چی از اسلام باشد چی از علم دنیا باشد سواد ندارند. امروز جوان مسلمان نگاه میکنی برای لهو و لعب، برای وقتای بیهوده وقت خود را میگذراند، لکن برای تعلیم و تربیه، برای دین خود را آموختن وقت ندارد. این هم یک آفت بزرگ است. یکم راهی که شیطان به انسان داخل می شود، این از جاهلی و بیسوادی من شما هست. باید هر برادر، هر خواهر کوشش کنه که حد اقل فرایض دین یاد بگیرد، چیزایی که در دین مهم است او را یاد بگیرد و در تعلیم علم دنیا هم کوتاهی نکنیم. فرزندای خود را چکار کنیم؟ با تعلیم و با تربیه کنیم. و دویم راهی که وارد انسان می شود شیطان، این از روی نفس شهوت انسان است. هر انسانی که از پای نفس شهوت دنیا که گشت، شیطان او را چکار میکنه؟ هلاک میکنه. دویم راهی که شیطان به انسان داخل می شود، این از شهوت پرستی بوده است. هر انسانی که امروز در جامعه پای شهوت دنیا می رود، از قبیل زنا هست یا عرق است یا مال حرام است یا بدنوسی است، حتمی او انسان نگاه میکنی به هلاکت دچار میشه، یعنی به گمراهی میره همون انسان. الله متعال من شما را توفیق بده که از شهوت پرستی خود را نگاه بداریم. امروز اکثریت من شما را به توفیق کرده است، به عار و به ناموس کرده است، به دین و به ایمان کرده است. این شهوت پرستی کرده است. به همین خاطر از الله متعال در سوره یوسف استعیذ بالله می فرماید این النفس لاماره بالسوء. ای بندگان من، شما هوشیار باشه که نفسایی که به شما دادم اون همیشه شما را به بدی میبره. نفس انسان همیشه میفرش کار حرام کنه، همیشه انسان را به بدی میبره. به همین خاطر دویم راهی که علامه ما را میفرماید این ورود شیطان به انسان، این از کجا هست؟ از شهوت پرستی است. سوم ورود راه شیطان به بدن انسان، این از غضب است. انسانی که بسیار غضبناک می شود، در غضب بسیار خودش گرفتار میکند، او انسان به هلاکت میره. نظر کنید اکثر امروزه جامعه بعض جوانایی را میبینید در حالت غضب، الله نگهبان باشه، گپای کفر میزنند. امروز اکثریت جوانا در حالت غضب زن خود را طلاق میکنند. امروز اکثر جوانا در حالت غضب
دوست خود را، برادر خود را خفا میکند. امروز اکثریت مسلمان ها در حالت غضب چی کارهایی میکنند که بعد غضبشو برطرف میشود؟ همونها باورشون نمیاد که ما همین سخن گفتیم. از الله متعال خواهان هستند که پروردگار مهربان از این سه خلق پلید، از بیسوادی و از شهوت پرستی و از غضب حرام کردن، پروردگار مهربان همه ما مسلمان ها را در عصمت پناه خود نگه بدارد. و الله متعال خواهان هستم که من شما را مسلمان با غیرت و با ناموس پیرو قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم موفق بگرداند. آمین.